خب سلام بچه‌ها، چطورین؟ اومدیم با بررسی جدیدترین لپتاپ گیمینگ ایسوس که قیمتش هم خوبه. ببینیم این لپتاپ چطوره. بریم سراغ بررسی ایسوس V16. این لپتاپی که اینجاست ارزون ترین لپتاپ ایسوس با مثلا خب گرافیک 4050 4060 3050 و این هاست و توی کانفیگ‌های خودش ارزون ترین لپتاپ گیمینگ ایسوس محسوب میشه که امسال عرضه شده و یه سری مشخصات جالبی هم داره. یه نکته که باید بگم اینه که دکور جدید، نظرتون در موردش چیه؟ حالا از این دکور قراره استفاده بکنیم، سه کار دیگه هم بکنیم، ولی نظرتون در مورد دکور این پایین بنویسید که نظرتون چیه. این چوب این پشت زدیم. اما بریم سراغ این دستگاهه. این ایسوس V16 خب یه سری من حسم اینه که این یه جورایی همون FX 507 یا FX 607 تافه، اومدن یه سری چیزاشو زدن ارزون ترش کردن و با اسم V16 دارن ارزش میکنن. من تقریبا همچین حسی ازش دارم میگیرم، ولی جلوتر حالا در موردش صحبت میکنیم. از بدنه و شاسی دستگاه شروع میکنم. این دستگاه خب یه بدنه نسبتا خوب داره، پلاستیکیه بدنه این دستگاه، حتی در پشتش هم پلاستیکیه، ولی کیفیت ساخت قابل قبولی داره. یه مقدار مثلا لولاش وابل داره، میلرزه، ولی خب اوکی، اونقدر اذیت کننده نیست. غیر از اون کیبوردش کیبورد فول سایزه که یه کوچولوی چیزیه بین کیبوردهای سری ویوو بوک ایسوس و سری تافش، ولی بیشتر شبیه، اصلا فونتش هم شبیه سری ویوو بوک ایسوس، بیشتر شبیه تاف. اما ترکپدش یه ترکپد بزرگه و احتمالاً خیلی اینجوری بشن که آقا این ترکپد عجب ترکپد خوبیه، اینقدر بزرگه. نه، ترکپدش اصلا خوب نیست. یعنی این ترکپد سایزش فقط بزرگ شده. فکر کنم درایور زیرش همون درایوری که قبلا بوده و سر همین قضیه کیفیت خیلی خوبی ترکپدش نداره. اگه روش تاچ کنید ترکپد خوبیه، ولی نه، ترکپد جالبی نیست اونقدر و کار کردن باهاش وقتی بخوای باش کلیک کنی زیاد اصلا حس خوبی بهت نمیده و مثلا هی کلیک میخوای کلیک کنی کلیک راست میکنه. نکن دیگه، چه کاریه. این قضیه رو وجود داره در موردش و آهان راستی اینم بگم که کیبوردش هم بکلایتش آبیه و خب به خود رنگ لپتاپ میاد. لپتاپ یه خورده سرمه‌ای رو به توسیه و یه رنگ خاصی داره، جالبه. اما در مورد پورتاش بهتون بگم، از پورتاش راضی نیستم. چرا؟ سمت چپ دستگاه ما یه پورت پاور کورد جدید ایسوس رو داریم که رکتانگل، یعنی مستطیلیه. یه دونه HDMI 2.1 داریم، یه دونه USB 5 گیگابایت پر سکند تایپ A داریم، یه دونه تایپ C داریم و یه دونه هم آدیو کامبو جک داریم. سمت راست دستگاه هم یه دونه دیگه USB تایپ A داریم، اونم 5 گیگابایت بر ثانیه است. یعنی عملا ما توی این دستگاه که اسمش یه جورایی دستگاه گیمینگه، حالا دستگاه گیمینگ نسبتا پایین رده است، توی این دستگاه ما کلا یه دونه تایپ C داریم و دو تا USB تایپ A، یعنی سه تا USB بیشتر نداریم. به نظر من واسه دستگاه گیمینگ سه تا USB خیلی کمه و واقعا اذیت کننده میتونه براتون باشه. من حال نکردم با این قضیه، ولی اینو بگم که اینو حال کردم باش که ایسوس اومده از گفته من شارژرمو دیگه گرد نمیزنم، سیرکلار نمیزنم، میام همه رو مستطیلی میزنم. اومده همه رو مستطیلی زده. واقعا من فکر نمی‌کردم مال این لپتاپ مستطیلی باشه شارژرش، ولی مال اینم همین بود که چیز جذابیه. و حالا در مورد پورتاش راضی نیستم دیگه. من 4 تا پورت USB حداقل نیاز دارم، شما 3 تا به ما دادید. اما در مورد بدنش نکته خاص دیگه وجود نداره و فقط بگم که خیلی سایز دستگاه به نظر گنده میاد، اینکه دستگاه 16 اینچی عادیه. یعنی انقدر آدم نمیدونم چرا انقدر حس گندگی دارم بهش. شاید به خاطر اینکه این فضای کیبوردکش خیلی بزرگه و همونجوری هم که دارید میبینید این فضای کیبوردک بزرگه و یه نکته‌ای که داره اینه که خیلی عجا انگشت روش میمونه، یعنی جای دست و اینا خیلی روش میمونه و این قضیه باعث میشه که من یه خورده نسبت بهش ناراحت باشم، ولی در کل میتونم بگم حس اوکی نسبت بهش دارم. اما برای این بخش بخوام یه امتیاز بهش بدم، امتیاز 6 از 10 رو بهش میدم. یعنی اینکه قابل قبول نبود ولی اوکی بود. یعنی با این قضیه که کیفیت ساخت و کیبورد و ایناش اوکیه، ولی اینکه پورت USB 4 تا داره اصلا قابل قبول نیست و 4 تا باید USB داشته باشه. حالا اگه 4 تا USB داشت بهش 7 میدادیم، اگر 2 تا تایپ C 2 تا USB داشت خب 8 رو بهش شاید میدادیم، ولی اصلا راضی نیستم از پورتاش.
و این قضیه رو باید بهتون میگفتم. به هر حال پورتاش وضعیت خوبی نداره. اما بریم سراغ بخش بعدی، یعنی نمایشگر دستگاه. توی این بخش باید بگم که ما یه دونه صفحه نمایش 16 اینچی FHD پلاس 1200p جلومونه که حدوداً تا 300 نیتس میتونه روشنایی بده بهمون، اما دقت رنگ این صفحه اون دقت رنگی نیست که ما انتظار داریم. درسته صفحه 144 هرتزیه، برای گیم اوکی خوبه، ولی اولا اینکه روشناییش اونجوری نیستش که به دل آدم بشینه. دوم اینکه این دقت رنگش حدوداً 60% sRGBه که من نمیتونم توصیه کنم برای کسی که بخواد ادیت عکس و ویدیو انجام بده بره این دستگاهو بخره. یعنی من شاید مثلا اگر کسی بخواد ادیت عکس انجام بده، ادیت ویدیو انجام بده، تو این بازه قیمتی یه خورده البته گرونتره، بهش نگم این لپتاپ بخره، بره لپتاپ ضعیف‌تر مثل Q533 بخره، احتمالاً بهتره. اون 3050 این 4050، ولی اون انتخاب بهتری میتونه براش باشه نسبت به این دستگاه. دلیلش چیه؟ دلیلش اون صفحه OLED داره، این صفحه LCD خیلی معمولیه که دقت رنگ خوبی هم نداره. سر همین قضیه اگه برای گیم میخواید بخرید شاید این انتخاب بدی نباشه، انتخاب خوبی باشه براتون تو اون بازه قیمتی بین ایسوس ها، ولی صفحه نمایشش رو به کسایی که میخوان کار عکس و ویدیو بکنن توصیه نمیکنم. غیر از این به نظر من ایسوس میتونست یه مدل دیگه هم داشته باشه روی این دستگاه، صفحه بهتری داشته باشه. چرا؟ چون نسخه های 5060 و کور 7 این دستگاه وجود داره و من یه خورده ناراحتم سر این قضیه، چون دستگاهی بود که میتونست فروش خوبی داشته باشه، ولی خب سر این صفحه احتمال داره رو فروشش یه خورده تاثیر منفی بذاره. توی امتیاز صفحه نمایش هم امتیاز 6 از 10 رو به این دستگاه میدیم، چون توی این بازه قیمتی لپتاپ های زیادی هستن که صفحهشون از این دستگاه بهتره. اما بریم سراغ بخش اصلی، یعنی بخش پرفورمنسش. این دستگاهی که جلوی من اینجاست پردازنده کور 5 اینتل داره که بعضی ممکنه الان بگن کور 5 چیه فلان و اینا. این کور 5 210H اسمش، همون 13420H. یعنی امسال اینتل اومده اسم سی پی یوش رو عوض کرده، با یه اسم دیگه داره بیرون میده. 13420H میشه این کور 5. کور 7ش میشه 13620H که البته اینو باید بهتون بگم 270H میشه 13700H که جدید اونه. ولی خب این سی پی نسبتا ضعیفیه و اونقدر انتظار نداشتیم که ما حالا پرفورمنس خیلی خوبی از تو این دستگاه بگیریم، مخصوصا اینکه این نسخه که ما اینجا داشتیم رمش تک کاناله 16 گیگ بود، ولی میتونید این دستگاهو تا حالا 64 گیگ یا 32 گیگ هم ارتقا بدید که من فکر کنم 32 گیگ بهترین جا باشه واسش، چون سی پی یوش اونقدر نمیتونه ازش استفاده کنه. و کنارش هم یه RTX 4050 داریم که 65 وات بیشتر بهمون توان نمیده. به نظر من دستگاهیه که باید ارزون‌تر باشه و الان تازه اومده تو بازار ایران و به زودی قیمتش هم پایین‌تر خواهد آمد اگر که دلار بالاتر نره. اما اگر که این دستگاه بخواید بخرید، از کجا باید بخرید؟ از فروشگاه افروشاپ. ممنونیم ازشون که این دستگاه فرستادن براتون که براتون بررسی کنیم. این دستگاه یا دستگاه‌های دیگه، حتی برندهای دیگه مثل لنوو، مثل ایسر، هر کدوم از این دستگاه رو دوست داشتید بخرید میتونید برید تو سایت افروشاپ با کد تخفیف بینوشا تهیه کنید و از حالا خریدتون لذت ببرید و مطمئن باشید که دارید از جای خوب و درستی خریدتون رو انجام میدید. من خودم دستگاهم از اونجا خریدم و از دستگاهی که دارم خدا رو شکر راضیم. اما برگردیم سراغ بررسی این دستگاه. در مورد پرفورمنسش، خب از اینکه ما میبینیم که خب RTX 4050 روی این دستگاه 65 واته، چی رو متوجه میشیم؟ اینکه این دستگاه زیاد کولینگ خفنی نداره. درسته که 2 تا فن داره توی حالا برای خنک کنندگیش، ولی اونقدر کولینگ حرفه‌ای و عجیب و غریبی نیست و اونقدر انتظاری نباید ازش داشته باشیم. مثلا روی بنچمارک هایی که ما روی این دستگاه گرفتیم عددهای قابل قبولی بود. من از سینیمنچ R23 شروع میکنم توی بنچمارک ها و براتون میخونم عددا رو. ما روی سینگل کور عدد 1700 گرفتیم، عدد پایینیه ولی خب واسه این سی پی یو عدد درستیه. روی مولتی کور هم 9172 گرفتیم که اینم باز عدد قابل قبولیه واسه این سی پی یو. روی سینیمنچ 2024 عدد مولتیمون 604، عدد سینگلون 105 که سینگلون بهتر از R23 و عدد جی پی یو هم که گرفتیم حدوداً 7400 که همه اینا عدده معمولیه واسه این دستگاه و من به نظر من
اگر که زیاد تمرکز ندارید که ایسوس بخرید، شاید تو برندهای دیگه مثل لنوو، مثلا دستگاه مثل لنوو لوک توی این بازه قیمتی انتخاب بهتری داشته باشید. اما ما گیک بنچ رو هم روی این دستگاه تست گرفتیم که عدد 9400 بهمون داد، 9500 حدوداً. غیر از اون تایم اسپای رو هم روی این دستگاه تست گرفتیم که تایم اسپای بنچمارکی که نشون میده برنامه‌های تیریدی و بازی‌ها عملکردشون چجوریه. روی تایم اسپای هم عدد حدوداً 7300 گرفتیم که به نظر من واسه RTX 4050 عدد پایینیه. قبل از اینکه بقیه عددا رو براتون بخونم، بعد اینو بهتون بگم که ما این دستگاه که برامون اومد روش ویندوز نصب بود، یعنی دستگاه با ویندوز عرضه شده بود، خودش روش ویندوز داشت. این نسخه‌ای که برام اومده بود، حالا ممکنه نسخه‌ای که شما می‌خرید ویندوز نداشته باشه، اونقدر چیز عجیبی نیست. ما تستا رو گرفتیم، همه تستا عددش پایین‌تر بود. بعد رفتیم تو برنامه HW Info که نشون میده عملکرد دستگاه چجوری، چند وات استفاده میکنه، از سی پی یو چجوری استفاده میکنه. توی برنامه HW Info هم اتفاقی که افتاد این بود که دیدیم که سی پی یو 10 وات بیشتر کار نمیکنه و سی پی یو همش 100%. اینور اونور ما هر کاری کردیم اینو نتونستیم درست کنیم. آقا ویندوزشو پاک کردیم، یه ویندوز دیگه روش ریختیم و درست شد. یعنی ما اینجا 3 روز داشتیم میزدیم تو سر خودمون که چرا اینجوریه. فکر می‌کنیم مشکل از دستگاهه، ولی فهمیدیم مشکل از ویندوز روش بوده. سر همین می‌خواستم الان یه نکته بهتون بگم بچه‌ها. همین این تایم اسپایه عددش پایین‌تر از این بود بازم. می‌خواستم این نکته بهتون بگم. خیلی اوقات بعضی مشکلاتی که ممکنه با دستگاهتون بخورید به خاطر ویندوزیه که حالا به نادرستی نصب شده روش. ممکنه این ویندوز نادرست رو یکی توی فروشگاه براتون نصب کرده باشه، حتی خود ایسوس ویندوزی که نصب کرده باشه مشکل داشته باشه. بعضی اوقات شما باید فقط یه ویندوز عوض کنید و دستگاهتون درست میشه و برای این کار ما یه آموزش نصب ویندوز داریم که من لینکش رو پایین براتون میذارم، برید حتما اون رو چک کنید. اینم بگم که ما یه آموزش نصب ویندوز جدید می‌خوایم راهنمای نصب ویندوز رو براتون ضبط کنیم، چون که یه سری تغییرات داشته که حالا اونا رو هم باید توضیح بدیم که توی اون برنامه میگیم بهتون. ولی فعلا اون برنامه رو داشته باشید. اگه دستگاهتون مشکل داره به نظرم یه تعویض ویندوز احتمالاً میتونه مشکلتون رو درست کنه. اما در مورد تست‌های دیگه بهتون بگم، ما بلندر رو روی این دستگاه تست گرفتیم که حدوداً عدد 2500 به ما داد و غیر از اون سرعت SSD رو بهتون بگم که SSDش سرعت 3 گیگ 3.3 گیگ واسه رید داد بهمون، واسه رایت هم 2.8 گیگ داد بهمون. عدده قابل قبولیه. اما توی ادوبی پریمیر و توی ادوبی افتر افکتس عملکردمون به نظرم عملکرد بدی نبود. توی ادوبی پریمیر ما عدد رندر تایمی که گرفتیم 6 دقیقه و 20 ثانیه بود، یعنی تونستیم ما اون فایلی که همیشه داشتیم توی 6 دقیقه و 20 ثانیه رندر بگیریم. به نظرم عدد خوبیه واسه همچین دستگاهی و اگر بخواید روی پریمیر عدد بهتری هم بگیرید، حتما رم دستگاه ارتقا بدید. این رمش 16 تک کانال، یعنی تک اسلاته. اگر که 2 تا بندازید میشه 32 و میتونه عملکردش توی برنامه ادیت ویدیو بهتر کنه، ولی میگم وقت صفحش سراغ این نید واسه ادیت ویدیو. اما تو ادوبی افتر افکتس هم ما رندر تایم 7 دقیقه و 22 ثانیه گرفتیم که با توجه به عدد سینگل کوری که نسبتا پایین بود به نظرم عدد درستی که گرفتیم. اما در مورد بازی بخوام بهتون بگم، ما روی این دستگاه بازی سایبرپانک 2077، رینبو سیکس سیج، اپکس لژندز، شادو آف توم ریدر، ووکانگ و مارول رایولز و حتی بازی دیگر رو تست گرفتیم که حسین توی یه برنامه جداگانه توی بینوش جوی در مورد صحبت میکنه و در مورد تجربه بازی کردنش روی این لپتاپ بهتون میگه، اینکه کیبوردش چجوری بوده، کولینگش چجوری بوده، اذیت شده نشده و کلا تجربهش چجوری بوده. حالا توی اون برنامه کامل حسین در موردش براتون صحبت میکنه. من لینکش رو هم توی توضیحات هم توی کارت آخر برنامه میذارم که بعد از برنامه رو دیدید بتونید اون برنامه رو هم ببینید. اما بخوام جمع‌بندی کنم واسه بخش پرفورمنس، امتیاز بخش پرفورمنس هم به این دستگاه من عدد 6 از 10 میخواستم بدم مثل اون دوتای قبلی، ولی 7 از 10 میدم. اگر که قیمتش از اینی که هست پایین تر بیاد که به نظر من باید بیاد، ببین الان این دستگاه حدود 70 تومن پولشه و ما امروز 5 خردادیم، نه حسین؟ 5 خرداد، خب قیمت دلار هم امروز فکر کنم 81 تومن بود و در میاد قیمت این لپتاپ حدوداً $900 و به نظر من این دستگاه 900 یه دستگاه $900 نیست به نظر من حداقل، و این دستگاه باید رو پایه مثلا $700-800 باشه. یعنی الانی که من دارم این برنامه رو ضبط میکنم انتظار دارم این دستگاه قیمتش روی 60 تومن باشه، 65 تومن باشه. اگر توی اون بازه قیمتی باشه خیلی لپتاپ ارزنده و خوبیه. اگر که نه روی اون قیمت نباشه، بالاتر باشه، زیاد توصیه نمیکنم که سراغ خرید این لپتاپ برید. میگم تو اون بازه قیمتی دستگاه‌های دیگه‌ای وجود دارن که بتونن بهتر از این پرفورمنس بدن و فقط کل داستان اینه. وگرنه این دستگاه بدی نیست لزوما بخوام بگم بهتون.
یه ایراد دیگه هم ازش بگیرم توی بخش پرفورمنس، اونم اینه که این لپتاپ مثل پژو آردی ایسوس باش برخورد کرده، نه ویوو بوکه نه تافه، یعنی نه گیمینگه نه غیر گیمینگه. بعد خب آدم انتظار داره میبینه این دستگاه و میگه شاید خب من باید برم از تو آرمور کریت تنظیماتش انجام. نه، آرمور کریت نیست، باید برید تو مایه ایسوس تنظیمش کنید. بعد مایه ایسوس خیلی امکانات محدودی بهت میده بخوای با دستگاه کنترل کنی از توش. و سر همین قضیه اونقدر این دستگاه عملکرد خیلی خوبی و مثلا توی بازی‌ها شاید بهتون نشون نده. حتما اگر که خواستید این کار رو انجام بدید با این دستگاه بازی کنید، مای ایسوس رو نصب کنید و برید از اونجا مثلا بزنید که از جی پی یو استفاده کنید یا حالت اپتیمایز داشت، از اونجا برید بزنید این کار رو انجام بده براتون که عملکردتون تو بازی‌ها باز بهتر بشه. ولی من این قضیه رو خورده میگیرم به ایسوس که تو یه لپتاپ گیمینگ دادی ولی اصلا نرم افزارهای گیمینگ دوش کار نمیکنه. اما بریم سراغ بخش‌های بعدی، یعنی اسپیکر، وبکم و باتریش. اسپیکر این دستگاه اسپیکر نسبتا خوبیه، یعنی صدای اوکی به اون میده، میتونیم باش مثلا یه فیلم نگاه کنیم، ولی اونقدر اسپیکر خفنی نداره. خب این کیفیت وبکم لپتاپ ایسوس V16 نظرتون در موردش چیه؟ به نظرم با توجه به اینکه 1080 آدم انتظار کیفیت بهتری داره، ولی خب همینم اوکیه، اونقدی بد نیست. من حقیقتا انتظار بهتری ازش داشتم. اینم این پرایوسی سویچو داره که میتونید فیزیکی وبکمشو قطع کنید که اتفاق خوبیه. نظرتون چجوریه؟ نظرتون در مورد کیفیت صداش چیه؟ توی کامنت هم بنویسید. باتری این دستگاه باتری 63 وات ساعتیه که به نظر من باتری خوبیه واسه یه همچین سی پی یو و جی پی یویی، ولی ساعت باتری که میتونه بهتون بده در حد 1-2 تا فیلم سینمایی دیدنه، در حد 5-6 ساعت بهتون میتونه باتری بده. اونقدر باتری خیلی خوبه. البته خب 16 اینچ گیمینگ و فلان و اینها، مثلا اینجوری نیستش که راحت 10 ساعت بهت باتری بده، ولی میتونی مثلا با یه سری کارا، نور سفر، نور که واقعا سفر نورش کمه، نورش رو کم کنی و این چیزا، یه خورده باتری بهتری از 6 ساعت ازش بگیری. ولی به نظرم عددش عدد اوکی بود واسه همچین دستگاهی توی این بازه قیمتی. اما در نهایت بخوام بهتون بگم ایسوس V16 دستگاهیه که اگر که قیمت مناسب تری داشته باشه میتونه دستگاه پرفروشی باشه و فکر کنم ایسوس این دستگاه رو برای رقابت با دستگاه‌های دیگه که امسال ممکنه بیان، مثلا خب HP ویکتس 2 تا نسخه داره. یه نسخه‌ای داره که کولینگ و همه چیز خیلی خوبه، ولی یه نسخه‌ای داره که ارزان‌تره و کولینگش به خوبی اون نیست، ولی خب مشتریش هم داره و داره فروش میره. این در مورد این دستگاه هستش و ایسوس احتمالاً اینو برای رقابت با اونا زده. مثلا لوک رفت لوک اسنشال زد، با اینکه دستگاه خوبی نبود، ولی خب یه دستگاه ارزان‌تری از لوکش عرضه کرد. ایسوس هم همین هدف رو داشته و احتمالاً یکی دلیل دیگه‌ش اینه که دیگه ما FX 507 نداریم و اگر تو بازار همین الان نگاه کنید FX 507 VV از FX 607 JV ارزون تره، یعنی تاف F15 از تاف F16 ارزون تره و چون احتمالاً ایسوس میخواد تاف F15 رو توقف تولید کنه و نسخه جدیدی ازش عرضه نکنه، باید یه لپتاپ جایگزینش میکرد که بازار اون قیمتش رو از دست نده و این دستگاه جایگزین تاف حالا FX 507 VV بشه احتمالاً تو بازار. ولی امیدوارم قیمتش بالاتر که نره هیچ پایین‌تر هم بیاد که ارزش خرید پیدا کنه و کاربران بخوام بخرن گزینه داشته باشن توی این قیمت که بتونن ایسوس بخرن. میدونم خیلی دنبال اینن که برن ایسوس بخرن، دنبال لنوو فلان اینا نیستن و تو بازار ایران ایسوس و اچ پی خواهان بیشتری داره نسبت به حالا لنوو و ایسر و فلان اینا. برای اون آدما من میتونم این دستگاه توصیه کنم، ولی حالا صبر کنید، خدا رو چه شاید خود ارزون ترم شد. بازم تشکر میکنم از افروشاپ که این دستگاه فرستادن واسه بررسی. من چندین وقت خود بهشون میگفتم اینا بفرستید واسه بررسی، بالاخره فرستادن و دمشون هم گرم. خیلی مخلصیم. دم شما هم گرم. ممنون ازتون. خداحافظ.